بار دیگر درود میگم به همه اون عزیزانی که حالا ما رو در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارن. شالوین خوجه هستم در خدمت شما ساعت 10 با وقت پراگ و حالا من برای شما سرخط خبرها رو میگم، یعنی اون موضوعایی که بعداً برای شما در برنامه خبری ما پیشنهاد میکنیم. یادتون نرود برنامه ساعت 1 با وقت پراگ و ساعت 5 با وقت دوشنبه و ساعت 3 با وقت روسیه تقدیم شما میشود. سازمان جهانی بهداشت بانگیستی رو میزند مقامات توجیه کوشش میکنند ویروس نو به تاجیکستان راه نیابد. ویروس نو باری نخست در شهر ووخان چین ماه دکبر سال گذشته آشکار شد و الکی در 18 کشور دامن پهن کرده است. بیشتر کشورها شهروندانشان را از چین بیرون برده دادن روادید به چینی ها را موقتا قطع کردند. در تاجیکستان برای جلوگیری از این ویروس چه تدابیر عملا اندیشیده شده است در برنامه خبری نه تنها نقل میکنیم بلکه نشان هم میدهیم. ترکیش بالون گاز در قزاقستان 3 شهروند تاجیکستان را مجروح کرده است. حادثه در منطقه اورالسک رخ داده است. طبق خبرهای رسیده شهروندان تاجیکستان به کارهای ساختمانی مشغول بودند. ترکیش زمانی رخ داد که ساختمانچیان بالون را گرم کردند. تاجیکستان اونهایی که یعنی در این ترکیش زخمی شدند در بیمارستان قرار دارند. به شرکت نزدیکان بیکسابور برای اصلاح شدن مهلت دادند. مقامات کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان میگویند اگر شرکت کامل 2010 پیشنهادهای آنها در مورد کمبودی‌ها در ساختمان‌هایشان را اصلاح نکند مجوز فعالیت آن باز پس گرفته می‌شود. شرکت ساختمانی کامل 2010 به نزدیکان بیکسابور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان مربوط است. فعلا برخی انشاءات این شرکت در یکی از منطقه‌های شهر دوشنبه بازداشته شده است. در برنامه خبری بعد 3 ساعت دیگر ما را همراهی کنید زیرا یکی از موضوعهای ما همین است. دوستانی حربی ولایت ختلان قضیه از قسم حربی به بیمارخانه روحی افتیدن یک سرباز توجیک را رسما توضیح داد. درباره این سرباز رادیوی آزادی هفته جاری گزارش نشر کرده بود. به گفته دادستانی این سرباز بنابر داشتن بیماری همگی 1 روز خدمت کرده در بیمارخانه بستری شد. اما نزدیکان ابراهیم به این گفته مقامات باور ندارند و میگویند که او تا جلب شدن به ارتش سالم بود و هیچ گونه بیماری نداشت. در برنامه خبری تفصیلات رو برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. و اگر برنامه خبری رو تماشا کنید خواهید دید که چگونه بخشی از بینای کهنه مسجد در خوجند به کینوتئاتر تبدیل یافته است. این مکان را بازسازی کردند و مجمع فرهنگی وحدت نام نهادند. ضمن تبدیل مسجد به جای فراغتی باعث ایرادها نیز شده است. و لایق رجب ورزشگر تاجیک بر روی خط 10 رزمکار بهترین محاربه‌های آمیخته از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در سال 2019 داخل شده است. این روی خط از سوی نشریه تورستات روسیه از روی نتیجه گیری پرسش اینترنتی علاقمندان محاربه‌های آمیخته ترتیب یافته است. لایق رجب تا حالا از 16 رقابت در 13 تاش غالب آمده، در 2 تاش شکست خورده است و 1 قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. و بینندگان عزیز این تنها چندی از موضوعی بود که من برای شما گفتم و البته ما تا شروع برنامه خبری ساعت‌های زیاد داریم و فکر می‌کنم تا آن زمان ما بیشتر از این رو در دست خواهیم داشت، مطلب رو و برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. امیدواریم که در پخش مستقیم برنامه همه شما را خواهیم دید. تا آن وقت خدا نگهدارتان.